بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، این درباره این سخنی که می‌زنیم درباره عمر بن الخطاب رضی الله عنه. روز عمر رضی الله عنه گذر کرد به پیش یک مردی در بازار. یک مردی بود به پیش همو گذر کرد. پس همون مردی که در بازار بود دعا میکرد. یک دعا میکرد. همون مرد میگفت که اللهم اجعلنی من عبادك القلیل. میگفت که ای الله مرا بگردان از همون بندگانی کمی خودت، از همون بندگانی کمی خودت. اجعلنی من عبادك القلیل، مرا از همون بندگانی کمت بگردان. اللهم اجعلنی من عبادك القلیل. تکرار میکرد این دعاشه. پس عمر رضی الله عنه برای او گفت من این اتیت بهذا الدعاء، تو این دعا را از کجا گرفتی که این دعا را میکنی؟ پس اون مرد گفت الله عز وجل در کتاب خودش میفرماید و قلیل من عبادی الشکور. الله میفرماید من از خودم دعا نمیکنم. بین حتی عمر در همین جا رضی الله عنه خیلی پیروی سنت میکردن و مردم وقتی که یک دعا که میکرد میپرسیدن که دعا را از کجا گرفتی تو که از خودت با نکرده باشی، بدعت با نکرده باشی، نوآوری نکرده باشی. پس اون مرد در جواب گفت آیا تو نشنیدی سخن الله که میگوید و قلیل من عبادی الشکور، و کمی از بندگان الله چی است؟ سپاسگزار. کمی از بندگان الله سپاسگزار است. پس عمر آب دیدش ریخت، گریه کرد و قال کل الناس افقه منك یا عمر. همه مردم داناتر هستند از تو ای عمر. پس گفت اللهم اجعلنا من عبادك القلیل، ای الله ما را از همون بندگانی کمت بگردان. پس بینید که پس وقتی که تو اینا که سخن است از قصه نیست، تو بیرون از قصه. پس میگوید که یک کس به تو میگوید که یک کس نصیحت میکند یک کس دیگر به چی؟ به ترک کردن معصیت. پس اونی که معصیت میکند به تو میگوید که بیشتری مردم همین کارو میکند، بیشتری مردم همین کارو میکند، نه تنها من. یعنی بین وای عرق میخورد، وای سیگارت، وای 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 بیشتری مردم میکنن. پس اگر که تو همین کلمه اکثر الناس، بیشتری مردم، در قرآن جستجو کنی به معنای اکثر الناس، بیشتری مردم در قرآن میگه جستجو کنی، پس چی میاوی در قرآن؟ الله چی میگه؟ اکثر الناس لا یعلمون، بیشتری مردم نمیدانند. اکثر الناس لا یشکرون، بیشتری مردم شکرگزاری سپاسگزاری نمیکنند. بیشتری مردم لا یؤمنون، ایمان نمیبیارند. و اگر از کلمه بیشتر از آنها یا بیشتر کافتکاو کنی در قرآن، پس چی را میاوی که و اکثرهم فاسقون، بیشتری آنها فاسقند، بیشتری آنها جاهلند، بیشتری آنها معرضون، یجهلون، معرضون، روی میگردانند. بیشتری آنها لا یعقلون، اندیشه نمیکنند. بیشتری آنها لا یسمعون، اکثرهم لا یسمعون، بیشتری آنها نمیشنوند. بینید که بیشتری مردم، برای همین انسان باید نگه که مردم همه خیال از من میکنه میروم. نه، باش از همون بنده های کمی که الله گفته است و قلیل من عبادی الشکور، و کمی از بنده های من سپاسگزار است. و ما آمن معه الا قلیل، و ایمان نآورد همراه او مگر عددی کمی. پس ما را از همون جمله بنده های کمی الله بگردان.